از چند زوج متأهل درخواست کردیم که پشت به هم بایستن، اما علت رو به اونها نگفتیم. هدف پرسش سوالاتی در مورد رابطه‌شون تو زندگی و خانواده است. ازشون میخوایم که متناسب با سوالاتمون به جلو قدم بردارن. سوال اول: به ازای هر شبی که تو این هفته با هم غذا نخوردین، یک قدم به جلو بردارید. اگر فکر میکنید فشار کاری یا زندگی مانعی برای لذت زناشوییتون شده، 2 قدم به جلو بردارید. اگر تو هفته گذشته از کلمه دوستت دارم به همدیگه استفاده نکردین، 3 قدم به جلو بردارید. اگر این اواخر شبا گوشیتون رو به تخت خواب میبرید، اگر تو 1 ماه گذشته به همدیگه گل هدیه ندادید، تو خونه بیشتر از 1 ساعت از موبایل استفاده میکنید، تو 1 ماه گذشته 2 ساعت وقت خالی برای گفتگو نداشتید، تو کارهای بیرون یا داخل منزل کمک به همسرت نکردی، اگر فکر میکنید زندگی مثل سابق عاشقانه نیست، 1 قدم به جلو بردارید. خب حالا میتونید برگردید. با دیدن این فاصله اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه چیه؟ دوری، فاصله، ترس، تنهایی، اضطراب، باختن، غمگین. چرا اینطور فکر میکنی؟ یه شکافی اتفاق افتاده دیگه. اصلا دوستش ندارم، مثل خوبی نیست. فکر نمی‌کردم فاصلمون انقدر زیاد باشه. این که ازم خیلی دور شدی. آدم فکرشو نمیکنه که این مسائل کوچیک تو زندگی اینقدر فاصله بندازه. درسته؟ بله قطعا. بله. دقیقاً. بله. اشکالی نداره، چرا که هیچ وقت برای جبران دیر نیست. حالا اگر میخواین موبایلتون دیگه مانعی توی زندگیتون نباشه، 1 قدم به سمت هم بردارید. اگر میخواین رابطه هدفمندی رو دوباره شروع کنید و با هم برای اون تلاش کنید، به سمت هم قدم بردارید. اگر میخواین نشاط سابق به خونه برگرده، 1 قدم به جلو بردارید. اگر میخواین احترام بر پایه عشق تو خونه‌تون جاری بشه و به خیلی چیزا نبگین، 1 قدم دیگه بردارید. اگر میخواین به خیلی چیزا نبگین تا با فرصت بیشتری در کنار هم یک خانواده رو بسازید، 1 قدم به سمت هم بردارید. چه حسی دارین؟ حس خوب. خوشحالیم. خیلی حالم خوبه. دلگرمی. پایدار بودن زندگی. حس میکنم از لحظه‌های زندگیم باید بیشتر استفاده کنم.